در ولایت سوخت با مقصد معرفی دستاوردهای چاروداری، بهتر نمودن ذات چاروا، دسترسی اهالی به چاروای خوشزاد، هوسمندی خواجگی‌های کشاورزی و اهالی به رشد چاروداری، فستیوال نمایش چاروای ذاتی برگزار کرده شد. در برابر افزون نمودن سرشمار، بلند برداشتن ذات چاروا از راه و عامل‌های اساسی رشد ساخه محسوب می‌یابد. به فستیوال نمایش چاروای ذاتی، خواجگی‌های کشاورزی و ذات‌پروری، صاحبکاران و شخصانی علاهیده نمونه‌های چاروای کلان شاخداری خوشزاد، بوقه‌های عظیم جسم، مادگاوهای ذاتی سرمحصول، میش‌های خوشزاد، گوسفندهای ذاتی کلان، بوز سرپشم تاجیکی، بوزهای سرمحصول شیری، اسب ذاتی، پرنده، ماهی و محصولات زنبور عسل پیشنهاد نمودند. رئیس ولایت سوخت رجب‌بای احمدزاده، معاون یکم وزیر کشاورزی، نمایندگان ساحه از همه شهر و ناحیه‌ها و شوقمندان و دوستداران چارواداری با دستاوردهای خواجگی‌های کشاورزی، صاحبکاران و شخصانی علاهیده، همچنین نقطه‌های باردارکنی صنعی چاروا، گوشه دارو و لوازمات زا وترینری، ماهی زنده، چوجه‌های ذاتی پرنده شناس شدند. حکومت جمهوری تاجیکستان، مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت، سرریاست کشاورزی ولایت و اداره‌های مربوط ساخه به چارواداری اعتبار جدی داده در ولایت در دایره برنامه دولتی مجموعه‌ای رشد ساحه چارواداری در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2018-2022 بهر افزون نمودن سرشمار و بهتر کردن ذات چاروا تدبیرها عملی می‌شوند. امروز در همه شکل خواجگیداری در مقیاس ولایت زیاده از 50,000 چاروای ذاتی موجود می باشد که در آینده ما تصمیم گرفتیم که برای زیاد نمودن این در همه شکل خواجگیداری در شهر و ناحیه ولایت زیاده از 100 عدد نقطه باردارکنی موجود می باشد که برای خوشزاد نمودن چاروا فعالیت و کاربری نمود ایستاده. در امروز چاره‌بینی زیاده از 150 سر مال کلان شاخدار و زیاده از 130 سر چاروای مایدی شاخدار، نزدیک 80 سر بوزی سرپشم تاجیکی و شیری، 10 سر اسب، 1 سر شتر و دیگر نمودی پرنده های و زنبور اصل و ماهی برآورده به نمایش فستیوال چاروای ذاتی پیشکش کرده شد. وارد چاروای ذاتی کلان و معده شاخدار، تاسیس فرم‌های چارواداری ذات‌های سرمحصول گوشتی و شیری چاروا، بردن کارهای سلکسیونی، خوشزادکنی، باردارکنی صنعی چاروا و تشکیل رمه‌های چارواداری با جوانه‌ها، بزرگ گوسفندهای ذاتی، عامل‌های بلند برداشتن محصولات چارواپروری، استحصال گوشت و شیر، تخم، پشم و پوست، تامین بازار استعمالی با محصولات چاروا، پرنده، ماهی، زنبور عسل و کارخانه‌های کارکرد با اشیاء خام ساخه می باشند. در ولایت سوخت فرمه‌های شیریمالی چاروای کلان شاخدار از حساب ذات‌های سیاه علای تیپی تاجیکی، ذات‌های چاروای فدراسیون روسیه، ذات‌های شوئدی، آلمانی، سمنتالی در استحصال گوشت و شیر مسئولناکی بلند دارند و در هر یک شهر و ناحیه صاحبکاران و شخصان علاهیده در پرورش چاروای کلان خوشزاد صاحب دستاوردها و تجربه اند. ما سال 2015 124 سر گاوهای ذاتی سمنتالی آلمان وارد کردیم. دوام 5 سال به علاقه اینها به 350 سر رسیدن که از آنها 200 سر مادگاوهای مادگاو و زیاده از 150 سر آنها غناجی میگن گوساله ها می باشد. در برابر این با ذاتی سیاه علای تاجیکی داریم که این سیاه علای تاجیکی ما با گوییم که باردارکنی صنعی ذاتی اینها هم بلند کرده سرشیر و سرمحصول کرده ایستاده ایم که این همین گوییم که نطفه ها را از دولت آلمان ایران خریداری کرده کاربری کرده ایستاده. با باز هم بلند برداشتن محصولات چاروا و خوشزادکنی آن زیاد نمودن نقطه های باردارکنی صنعی چاروا و فراگیری سرشمار بیشتری چاروا مساعدت می نماید. در اساس برنامه مجموعی رشد ساحه چارواپروری فیلیال مؤسسی ما در مقیاس ولایت با 100 عدد نقطه های باردارکنی صنعی فعالیت می نماید بهر اجرایش برنامه مجموعی رشد ساحه که در 11 ماه سال جاری 11,133 چاروا با اصول صنعی باردار کرده شد که یکی از با تیزی خوشزاد نمودنی چاروا می باشد. در بانک ذخیروی فیلیال مؤسسی ما زیاده 5700 واحد نطفه بقای ذاتی ذخیره کرده شده است که همه ساله ما برای خوشزاد نمودنی چاروای هم در اهالی هم خواجگی ها خدمت می رسانیم.
فعالناکی مؤسسه‌های جمهوریوی زادپروری، خوشزادکنی، باردارکنی صنعی و خرید و فروش چاروای ذاتی وزارت کشاورزی جمهوری در ولایت سوخت از دولت بلاروس 500 نفته بقعه‌های ذات گالشتینی وارد نموده است. باردارکنی صنعی چاروا طبق نشان دهنده برنامه مجموعی سال 2018 8100 سر را تشکیل داده باشد. در 11 ماه سال 2020 به 10000 سر رسانیده شده است و در سال 2021 به 11500 و در سال 2012 به 12500 سر میرسد. در این سمت رئیس ولایت تاکید داشت که وارد چاروای ذاتی و وایخ‌ها با دستگیری حکومت جمهوری و ولایت زیاد کرده می شود. الحال در ولایت سوخت سرشماری چاروای میده شاخدار بزرگ گوسفند بیش از 1.5 میلیون سر را تشکیل می دهد. سرشماری این نوع چاروا از حساب گوسفندهای ذاتی حصاری، جایداری و بوسهای سرپشمی تاجیکی زیاد کرده می شود. افزون نمودن گوسفند ذاتی حصاری در موضعهای علاهده ولایت تکمیل گوسفند ذاتی جایداری از امکانیت‌های اساسی رشد ساحه محسوب می یابد. رئیس ولایت سوخت رجب احمدزاده در صحبت با مسئولین ساحه و خواجگیداران و شخصان علاهده تاکید داشت که همه اقدام و تدبیرهای آنها بهر افزون نمودن سرشماری چاروای این ذاتها، تکمیل رمه‌ها و تأسیس فرمه‌های نو همه جانبه دستگیری می‌یابند. آفریدن و تصدیق ذات بوز سرپشم تاجیکی از دستاوردهای سلکسیونی عالمان و متخصصان چارواداری ولایت سوخت در دوران صاحب استقلالی بوده. با نظر داشت ارزش بلند پشم این نوع چاروا در بازار جهانی برقرار و افزون نمودن سرشماری بوز سرپشم ذات تاجیکی از وظیفه‌های مهم چارواداران ولایت است. در ولایت سوخت در سه خواجگی ذاتپروری، خواجگی به نام توچه اریگیتف ناحیه اشت، به نام قشتوف و سید خواجه اروخوجایف ناحیه بابجان غفوروف پرورش و تکمیل ذات بوزی سرپشم تاجیکی به راه مانده شده است. در خواجگی دولتی ذاتپروری به نام توچه اریگیتف ناحیه اشت دوام 5 سال اخیر به نشان دهنده های صفتی تکمیل بوزی سرپشم تاجیکی نائل شده استادند. کارخانه ما شغل اساسیش با پرورش بوزی سرپشم تاجیکی بوده. چرا که من دیده شده امروز در این نمایش ولایتی ما یک چند نمود محصولات خود را پیشکش کردیم. این بوزهای سرپشم تاجیکی عین حال مؤسسه زیاده از 10800 سر چاروا دارد. از این 4800 سرش بوزهای مادری، باقی مانده‌اش نمود تکای سرپشم و بوزهای 2020 می باشد. ما وظیفه‌دار شدیم که این صفتی نمود چاروا را آینده با درجه بلندترینش آورده رسونیم. ما یاد داریم که تا 12000 سر میبریم. حرکت میکنیم که سیلناکیش صفتی پشمش با درجه بلندتر رسونیم تا که آینده سپارش جنوبی عالی هست کارکرد این محصولات در تاجیکستان به راه مانده می شود. در ولایت زیاد کرده شدن و تکمیل ذات بوس‌های سرمحصول شیرده برای استحصال شیر بوس که به سلامتی اهمیت دارد و نسبت به شیر ماده‌گاو با ارزش کم استحصال کرده می شود به منفعت ساحه چارواداری تامین بازار استعمالی با محصولات این چاروای سرمحصول می باشد و در ولایت در این سمت نخستین اقدام ها عملی می شوند. برای رشد چارواداری و افزون نمودن چاروای خوشزاد سرمحصول، تامین و ذخیره خوراک چاروا از حساب کشت و پرورش، استحصال زراعت خوراک چاروا و استفاده از چراگاه ها از عامل های مهم و اساسی محسوب می یابد. از جانب جمعیت سهامی برای خوشزاد گرداندن ذات مال ها من حرکت کرده ایستادیم. برای نسل‌گیری، برای شیر هم سرشماری چاروای داشتن حرکت کرده من به پیش بوده ایستادیم. عین حال برای از زمستان برآوردن و به تلفات برآوردن مال یم ها خاشاکی ها همه نمودی واقعی ذخیره کرده از زمستان به تلفات گرام میبره مال. برای تکمیل ذاتپروری، تامین با گوشت و تخم پرهیزی پرنده، گوشت ماهی، محصولات زنبوری اصل، حکومت جمهوری برای رشد این ساحه ها یک قطار امتیاز و سبوکی ها جاری نموده است. با استفاده از امکانیت ها این ساحه در ولایت به پیشرفت ها نائل می شود. سمت ماهیداری، ماهی پروری یکی از سمت های کشاورزی حساب شده. سالهای آخر با برنامه رشد ساحه چارواداری رشد یافته ایستاده است. چیزی که به همه معلوم است تامین نمودن امنیتی آذوقه‌واری مملکت یکی از هدف‌های استراتژیکی حکومت جمهوری تاجیکستان به حساب می‌رود و امروز ما شاهد آن هستیم که ریاست حفظ محیط زیستی ولایت سوخت با همکاری جمعیت کارپوراسیون ماهی تاجیک و تامینات ماهی
امروز محصولات های ماهی هایی که در مقیاس ولایت هم پرورش کرده می شود و هم ساید کرده می شود و نمایش گذاشته ایستادند. من باوری کامل دارم که خواجگاه های ماهی پروری ولایتمان در سال جاری با نقشه دورنمایی ساحه ماهی پروری را افضلیتناک حساب نموده و وای نایل می شوند. مقصد اساسی ما این تامین نمودن اهالی ما با محصولات گوناگون ماهی و خیل‌های عام می باشد. در دایره فستیوال نمایش آزمون‌ها از روی 20 نامیناسیون نشان دهنده های چاروای ذاتی، نتیجه گیری، چاروا پرور، اسب پرنده، ماهی و زنبوری اصل پروری بهترین ها معین با جایزه و تحفه های مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت و وزارت کشاورزی قدردانی کرده شدند. برگزاری چنین چاره‌بینی برای پیشرفت فعالیت خواجگی های دهقانی و فرمری، چاروا پروری مساعدت و خواجگی های اهالی را به پرورش چاروای ذاتی هوسمند می نماید.